یک ملودی ساده دیگه برای مبتدیان. اولویت با مبتدیانه، برای کسایی که میخوان تازه کیبورد رو شروع کنن و تجربه های ملودی با آکورد داشته باشن. این جلسه ملودی زیبای این آخرین باره از ابی رو با هم تمرین میکنیم که ساده سازیش کردم که بتونید خیلی راحت این ملودی زیبا رو اجرا کنید. نظرتون رو در مورد ساده سازی ملودی ها حتما برام کامنت کنید. کاوه سلطانی هستم. یک جلسه آموزشی دیگر رو با هم شروع میکنیم. خب ملودی زیبای آخرین باره از ابی که خیلی ساده میخوام تمام نوآموزان و مبتدیان و اونایی که به آکورد بیشتر علاقه دارن این ملودی رو اجرا کنن. خیلی ساده. خود ملودی از می لا سی سول فا می لا سی سول فا می فا سول سول سی دو لا سول فا سول سول لا سی لا. با آکورد ها لا دو می سول سی ره فا لا دو و می سول سی. با این 4 تا آکورد ساده میتونید اجرا کنید. قسمت اول آکورد لا دو می. حالا سول سی ره. توجه کنید. سول سی ره، دوباره لا دو می، سول سی ره، سول سی دو لا سول فا لا دو، سول 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 سی ره، سول سول لا سی لا دو می. قسمت بعدی دو دو ره سی لا سی سی دو لا سول لا لا سی سول سول سی 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 دو لا سول لا لا سی سول فا سول سی سول لا سول فا می. خب این هم مثل ملودی های قبلی، ملودی هایی که ساده سازی شده، سعی کردم که شما هم برید قسمت های دیگرش رو هم کار کنید. قسمت های مهم رو بهتون آموزش دادم. خب قسمت بعدیمون با آکورد میشه از لا دو می. دو دو ره سی لا سول سی ره، حالا لا لا سی سول سول سی سی میشه لا لا سی سول سول سی سی. یعنی حالا سی سی دو لا سول لا لا سی سول فا سول سی سول لا سول فا می سول سی. متوجه شدید؟ خیلی ساده. ویدیو رو سیو کنید، چند بار ببینید که بتونید ملودی رو زیبا اجرا کنید. خیلی ساده است. با آکوردهای ساده میتونید ملودی زیبای ابی رو تمرین کنید. امیدوارم که موفق باشید.